در روزگاران قدیم مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. شبی را در خانه زنی با چادر محقر و چند فرزند گذراندند و از شیر تنها بزی که داشت خوردند. مرید فکر کرد کاش قادر بود به او کمک کند. وقتی این را به مرشد خود گفت، مرشد پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا می‌خواهی به آنها کمک کنی، برگرد و بزشان را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آنجا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و شبانه بز را در تاریکی کشت. سالها گذشت و روزی مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند و سراغ تاجر بزرگ را گرفتند که زنی بود با لباسهای مجلد و خدم و حشم فراوان. وقتی راز موفقیتش را جویا شدند، زن گفت: سالها پیش من تنها یک بز داشتم و یک روز صبح دیدم که مرده. من و فرزندانم مجبور شدیم برای گذراندن زندگی هر کدام کاری انجام بدیم. فرزند بزرگم یک زمین زراعی در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف داد و ستد کرد. مرید فهمید هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشد و تغییر ما شده است و باید برای رسیدن به موفقیت و تغییرات بهتر آن را قربانی کرد.